سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با معرفی بهترین اسنایپ بازی کال آف دیوتی موبایل توی فصل جدید خدمت شما هستیم و این اسنایپ چیزی نیست جز DLQ33. هیچ تردیدی درباره بهترین بودن این اسلحه توی دسته تک تیراندازها وجود نداره و شما میتونید با اتچمنت های مختلفی که میتونید روی اسلحه بندازید اون رو به یه اسلحه بی‌رقیب در دنیای گیم تبدیل کنید. تحرک پذیری بیشتر و سرعت شلیک بیشتر این اسلحه رو از سایر همدسته‌های خودش یه سر و گردن بالاتر برده. توی ادامه ویدیو چند تا از شات‌های مختلفی که با این اسلحه زده شده رو براتون به نمایش میدیم. این سلاح تک تیرانداز شهرت خودش رو به عنوان بهترین سلاح دوربرد کال آف دیوتی موبایل به دست آورده. با دقت و سرعت بالا میتونه دشمن رو توی کسری از ثانیه زمینگیر کنه و همچنین نفوذ به دیوار خوبی هم داره که میتونه دشمنایی که پشت دیوار وای میستن رو به راحتی هدف قرار بده. با توجه به آمارهای این اسلحه که توی سایت‌های مختلف دیدم، این اسلحه همچنان به عنوان یکی از مرگبارترین اسلحه‌های کال آف دیوتی شناخته میشه. آسیب رسانی این اسلحه به حدی بالاست که حتی شلیک اون به قسمت پایینی بدن هم میتونه کشنده باشه. مرسی از نگاه گرمتون. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید حتما با لایک کردنتون ازمون حمایت کنید و اگه میخواید ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین حتما ما رو ساب کنید.